یک قصه زیبای از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با سلمانی فورس رضی الله عنه هست. سلمانی فورس رضی الله عنه چه خیلی که از نامش معلوم است فورس بود و البته که تعداد زیادی از صحابگان عرب بودند. خلاص او بیگانه بود، از سرزمین دیگر و مهاجر بود. شاید مردم زیادی آن زمان و مکان به او نگاه کرده، البته که صحابگان چنین نبودند، ولی شاید مردم عادی در آن جایها وقتی که آنها بار اول با سلمان روبرو میشدند، سلمان برای آنها به قول شخصی بیگانه بود. محض همین طور او را میشناختند. او یک شخص بیگانه سالدیده بود که به زبان آنها چه خیلی که معلوم است سخن نمیکرد. عرف و عادت آنها را نمیدانست، از مود آنها خبر نداشت. خلاص از بالای او خنده کردن آسان بود برای آنه که او از دیگر جای یعنی بیگانه بود. البته که او اسلام را قبول میکند و در یک حالت غزوه خندق آغاز می شود. در این غزوه چنانه که از نامش معلوم است، خندقی درازی از یک طرف مدینه کوفته شده بود برای حمایت شهر از حمله تیز و بی‌بقا و از لشکری در پیش ایستاده. و همچنین در سوره احزاب این حادثه جنگ نیروهای متحد شده نام برده می شود و قرار قبول کرده شد که باید خندق کوفته شود در اساس پیشنهاد از جانب او. خلاص نوابسته از آن که او بیگانه و مهاجر بود، او پیشنهاد کوفتن خندق را کرد در آن زمانی که عرب ها چنین عمل را نمیدانستند. یگان کس از بالای او خنده و تحقیر نکرد. نگفتند که گم شو با این فکرهای بیهوده خودت، ما حتی نمیدانیم که تو چی گفته ایستاده ای، در ما چنین نیست. یگان چیزی به این مانند به او نگفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را گوش کردند، همه توصیه او را پذیرفتند و در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم موافق پیشنهاد او قرار قبول کردند و خندق را کوفتند. و من آنها زمین را کنده ایستادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم قریب که هر 40 متر گروهی از 10 صحابگان را وظیفه دار کردند برای کوفتن زمین در همان جای. آن کس گروه ها را در اساس عائله ها و قبیله ها تشکیل کردند، تنها با آن خاطر که من برادر خود را از همه دیده بهتر میشناسم و همچنین برادری من مرا بهتر میشناسد. در وقت جنگ آنها گرسنه میماندند، مواد خوراک به همه نمیرسید، عذاب میکشیدند، میترسیدند. بسیار یک زمانی مشکل بود و وقتی که انسان ها زیر فشار قرار میگیرند شاید که اراده آنها شکست خورد و بعضا وقت مشکل است با آنها کار کردن در چنین حالت. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابگان چنین تقسیم بندی کردند که الکی با هم شناس بودند تا دستیار یکدیگر باشند. خلاص آن کس صحابگان را به گروه ها تقسیم میکردند که نوبت به سلمان آمد. در کدام گروه سلمان را همراه کنیم؟ مهاجران یا انصار؟ مهاجرانی که از مکه آمده بودند، مهاجرانی که از مدینه آمده بودند و استقامت کنندگان محلی مدینه بحث را بین خود شروع کردند. مهاجران گفتند سلمان از جمله مهاجرین است. برای چی؟ برای آنی که او در مدینه تولد نشده است. او در اینجا برای دریافت اسلام هجرت کرده است. انصاری ها نیز گفتند سلمان از جمله انصار است، برای آنی که او به مدینه پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است و او الکی اینجا بود وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند. برای همین او رسما انصار حسابیده می شود. ببینید سبحان الله، آنها با یکدیگر بحث دارند با گفتن آنی که سلمان از ما است. امروز باشد ما برعکس آن بحث خواهیم کرد. شخصی ناشناس را انتخاب میکنید؟ نه، او از آن شماست. در آنها باشد برعکس، نه، او از ماست. و صحابگان به اندازه اظهار خوشمعاملگی میکردند وقتی که کار با پیامبر صلی الله علیه و سلم ربط داشت. آنها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم با سوالهای خرد و ناچیز نمی آمدند، ولی این سوال چنان جدی شد که در آخر آنها مجبور شدند تا به پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعت کنند. آنها گفتند ای فرستاده الله، سلمان باید با ما مهاجران باشد. آنها گفتند نه، سلمان باید با ما انصاری ها باشد. قرار پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که سلمان نه با مهاجران میکند و نه با انصاری ها. او همراه عائله من خواهد کند، زیرا او به عائله من تعلق دارد و این معامله که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را آموزانیدند.